سلام به همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیویی که دارید میبینید قرار بود یه ویدیو آموزشی خیلی حرفه‌ای باشه، ولی متاسفانه من با یه مدل بدون رزومه هماهنگ کردم اومد و عکسایی که بر من فرستاده بود که شما دارید الان توی تصویر میبینید با اون چیزی که توی واقعیت بود خیلی فرق داشت. این تصویری بود که در واقعیت بود، ولی از اونجایی که من این اخلاق ندارم که مدل رو برگردونم و آفشش نکنم، شروع کردم به میکاپ کردن. اول آبرسان رو زدم، از اونجایی که پوستش خیلی خشک بود آبرسان زیادی زدم، ابروهاش هم لیفت کردم، تایم دادم که آبرسان جذب پوستش بشه. بعد هم چسب تیریم رو زدم و از کانسیلر فورور 52 شماره 03 برای کاور پشت پلکش استفاده کردم. بعد از اینکه کانسیلر رو زدم به آرومی و به خوبی همه جاش رو بلند میکنم. از اونجایی که عکسی که برای من مدلم فرستاده بود شبیه باربیا بود، منم تصمیم گرفته بودم از قبل براش یه سایه باربی بزنم. از بیس چرب استفاده کردم و رنگای صورتی و سفید رو مواد گذاری کردم پشت پی و با یه بیوتی بلندر فیدش کردم. برای اینکه قسمت هایی که میخوایم سفید مات باشه پیگمنت خوبی بهمون بده، دوباره قسمت های چرب سفید رو شارژ کردم و بعد از اون شروع کردم به خشک کردن سایه با سایه های همرنگ بیس چربم، یعنی قسمت های سفید با رنگ سفید و قسمت های صورتی با رنگ های صورتی شروع کردم به خشک کردن. همونطور که میبینید توی ویدیو سایه رو به صورت تپ تپ مواد گذاری میکنم و آروم و نرم شروع میکنم به فید کردنش. قسمت هایی که با بیس چرب صورتی مواد گذاری کردم شروع میکنم با سایه پودریم خشکشون میکنم، آروم فید میکنم، بلندش میکنم و از رنگ های توناژ مختلف صورتی استفاده میکنم. سعی میکنم قسمت هایی که نزدیک به بن موجم هستش از صورتی تیره یا میتونید شما مثل من از رنگ زرشکی یا حتی قرمز یا حتی بنفش تیره استفاده کنید که فیدی که میارید به زیر ابرو یه فید صورتی خوشگل باشه. همونطور که من در حال فید سایه صورتی و خشک کردن سایه پشت پلکش بودم، مدل بدون هیچ دلیلی اشکش میاد کم کم و اینو بدونید چون ما داریم سایه مات کار میکنیم، اشک حالت اسیدی و حالت شور داره. اگر که به سایه پودری و حالا سایه مات بخوره واقعا ترک برمیداره و جلوه خوشگلی نداره. بعد از اینکه اشکا رو گرفتیم با بیس چرب مشکی شروع کردم خدچش کشیدن، بن موژه رو کاملا مشکی کردم و بعد از اون آروم آروم شروع کردم فید کردم. بعد از اینکه فید کردم با یه رنگ مشکی یا یه رنگ تیره بن موژه رو خشک میکنیم و دوباره شروع میکنیم به فید کردن. توی این هارمونی رنگی شما میتونید از رنگ آجوری برای کمک کردن به فید بهتر سایه استفاده کنید. بعد از اینکه کاملا همه جا رو خشک کردم و اشکا رو گرفتیم، چسب رو کندم که ببینم خط به چه صورت در اومده، ولی خب خیلی تحریک شد واقعا سایه و اونجوری که میخواستیم در نیومد. بعد از سایه گذاشتن من شروع کردم فاندیشن پوستش رو انجام دادم، به آرومی کرم زدم به خاطر اینکه کار مدل داریم انجام میدیم و نیازی نیستش که یه کاور قوی داشته باشیم. من فقط یه مرطوب کننده زدم، پرایمر استفاده نکردم. به دلیل اینکه ما کاور بالا و ماندگاری بالا نمیخواستیم زیرسازی قوی انجام ندادیم. همونطور که میبینید کانتور خیلی شدید برای صورت انجام ندادم و از رژگونه مایع صورتیم توی نقاط مختلف صورت مثل گونه، چونه و بینی و پیشونی استفاده کردم. بعد از اینکه رژگونه مایع رو حالا نقاطی که میخواید میذاریم بلندش میکنیم و رنگ های کانسیلر و کانتور و رژگونه رو توی هم بلند میکنیم. من از پودر بیک استفاده میکنم برای زیر چشم این مدل به خاطر اینکه پوست خشک و حساسی داره. کلا بهتون پیشنهاد میکنم نقاطی که دوست دارید روشن‌تر باشه مثل کانسیلر یا نقاطی که چین و چروک عمیق‌تری دارن و حساس‌تر هستن پودر بیک استفاده کنین، مثل خط خنده، مثل قسمت های زیر چشم و حالا قسمت هایی که میخواید روشن‌تر به نظر برسن. پودر بیک ها رنگ دارن، من از پودر بیک سفید دارم استفاده میکنم که قسمت های هایلایت صورت رو بیشتر کنم.
یکی از مزیت‌های پودر بیک اینه که هم براتون فیکس انجام میده و هم از کیکی شدن جلوگیری میکنه و خیلی سنگین نیست برای نقاطی که خط و خطوط دارن. بعد از اینکه سایه رو زدم احساس کردم نیاز داره گوشه چشمش موژه بیشتری بذارم تا چشم کشیده تر بشه. باید بگم که نتیجه این میکاپ به دل خودم خیلی نشست، ولی خب از اونجایی که زحمت کشیده بودیم و یه تجربه بود که دوست داشتم با شما هم در میون بذارم، این ویدیو رو ساختم و نتیجه کار رو میتونید آخر این ویدیو ببینید و لطفا نظراتتون رو بگین و کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید.